آش رشته تنها جاییه که گیاهان موفق شدن بدون کمک گوش و روپای خودشون غذای خوشمزه درست کنن و تحویل جامعه بدن، به خصوص با نعنا داغ. اما بقیه تجربه گیاهی مطلقاً شکست خوردن. با الهام از این گیاهان روپای خود منم به عنوان یک جوانه استراتژیک امیدوارم که روز یک درخت تنومند بشم. اگه مهمون گرامی برنامه آقای دکتر بزن بهادر بذارن. آقای دکتر یه راست برم سر سوالات. مقام عظما چرا توی اوضاع یمن حرفای دو پهلو میزنه؟ شوخی میکنه؟ بعد از سینه پهلوی استراتژیکی که تو یمن کرده و اون داستان کمپ دیوید و از این حرفایی که نمیتونم بزنم، دو پهلو صحبت کردنم گذاشته کنار. خبرت مال قدیمه، شوخی هم نمیتونه بکنه، فهمیدی یا نه؟ غلامتون اخوی کوچیک بنده یه بار زنگ زد به یک اشتباه استراتژیکی خودش تو برآورد وضعیت صحنه اشاره کرد. میخوام بگم بعضی صحنه هاست که توش نمیشه شوخی کرد. گفتش که مرحوم ابوی از ما پرسید این پنکه چرا باد نداره؟ منم گفتم فکر کنم پنچره که باد نداره. هیچی دیگه. الان از بیمارستان زنگ میزنم، دکترها دارن تلاش میکنن خورده های پنکه رو از جای مختلف بدنم خارج کنن. فکر کنم دیگه بهتره با مرحوم ابوی شوخی نکنم. آقای دکتر با توجه به سیلی هایی که تو همین هفته زیر گوشمون اومد، از لایحه کنگره آمریکا تا کمپ دیوید تا ماجراهای یمن و عراق و سوریه، دیگه رئیس جمهور محترم نباید لنگ و لگد به مقام عظما بزنه. آره. خواهش میکنم یه نصیحتی به ایشون بکنین که برای حفظ نظام یه نامه سرگشاده فدایت شوم برای مقام عظما بنویسه و عشق خودش رو به مقام عظما به بهترین وجه بیان کنه. آقای دکتر اون که مشکلی نداره، حرف مفت خوراکشه، ولی مشکلی اینجاست که بقیه باور نمیکنن. حکایت شوت است که گفتن یه نامه برای ننت بنویس، بهش بگو خیلی دلتنگشی. اینم ورداشت نوشت ننه من دیگه نمیتونم بدون تو ادامه بدم، تو اگه میتونی خودت ادامه بده. روشن شد یا یه فندک بدم خدمتت تا خودت روشن کنی؟ برگردم به بحث استراتژیکی. بعد از لوزانچای بالاخره باید مقام عظما دم و دستگاه هسته‌ای رو جمع کنه بریزه دور. آقای دکتر حتی به خدمت شما که این تازه اولشه. توی جلسه خصوصی هم گفتم که بحث جمع کردن که الان باز شده، خط و بگیر همینجوری برو جلو. دوست مرحوم ابوی میگفتن که ماشین همسایه‌مون رو از تو خیابون بردن، 2-3 روز بعد ماشین رو برگردوندن. اینا تازه تو این 2-3 روز خیلی نگران بودن دیگه، با یه نامه توش که معذرت میخوایم، توبه کردیم، حلالمون کن. یه بلیت مشهد هم گذاشته بودن تو ماشین به عنوان در حق معذرت خواهی. همسایه اینا رو بخشید و رفت مشهد، برگشت اومد دید خونه‌ش رو خالی کردن. میخوام بهت بگم که بحث هسته‌ایه، جام زهره، شوخی بردار نیست. آقای دکتر تو وضعیتی که از همه طرف میزنن تو سرمون، این هارت و پوتای کشکی سلامی چیه؟ تو چرا باور میکنی؟ فصل برای گول زدن یه مش بسیجی قربت برم الهی. من باور نکردم. حرفم اینه که مقام عظما الان نای اومدن هم نداره. باریکلا، جوونه استراتژی که میگفتی الان دارم تو میبینم. اومدنم اومد نیومد داره، کار هر کسی نیست. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن با بهادر عرض میکردن، بله میفهمودن که مشنگ بدشانس میخواست بیاد، رفت تو خیابون با یه ماشین مدل بالای مردم عکس انداخت و زیرش نوشت من و ماشین جدیدم. هیچی دیگه. ماشین دوزی از آب در اومد، دستگیرش کردن، یه عکس اینوری یه عکس اینوری برش داشتن بردنش. روشن شد یا همچین یه ماشین جدید برات روشن کنم؟ روشن. آقای دکتر مقام عظما یه حرفی زدن که روم به دیوار. فکر کنم دوباره نیاز به عمل دارن. گفتن من اگر رهبر نبودم حتما مسئولیت فضای مجازی رو خودم به عهده میگرفتم. این چه حرفیه ایشون میزنن؟ ببینم ایشون یه چیزیشون میشه، میخوان هر کس و ناکسی برسه یه چیزی بارشون کنه. آخه چه ربطی داره؟ مثلا الان که تو فضای مجازی مچاله شدیم به خاطر اینه که ایشون بالای کار نیستن یا به خاطر اینه که ایشون بالای کار هستن؟
مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه گفتش که اگه دکتر جراح نمیشم فقط به خاطر اینه که از ارتفاع میترسم. درسته که هیچ ربطی نداره ولی فعلا تنها دلیلمه. دکتر شما با یه جمله ساده به مقام عظما گفتین مشنگ ترسو بی ربط. دیگه چی میخوای بگی؟ دیگه هیچی. ناکس خودت سر بحث باز کردی، حالا یه چیزی ما بده کارت شدی. دکتر دیگه از اسرار نظام چیزی نمونده که بخواین لو بدین؟ قربه برم اسرار نظام چیه میگی؟ تو برداشتی مقام عظما رو میگی باید بره دوباره عمل بکنه، روتم به دیوار کردی، بعد این حرفاش هم برای ریخته بیرون. آقا شما دارش میگیم مشنگ، آقا میگیم دعوا نکن، گفتیم جامون عوض رهبر یک نظامی که نمیتونه مشنگ باشه.